الرحيم. روى أبو داود رحمة الله عليه في سننه عن أنس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال. ابو داود رحمة الله علیه در کتاب خود از حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل میکند که فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف آورد به مدینه منوره و مردم مدینه دو روز داشتند که بازی میکردند و لهم یومانی بود برای اینها دو روزی که یلعبون فیهما بازی میکردند در آن ساعتیری میکردند در آن دو روز. فقال گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما هذان الیومان این دو روز چی روز است؟ قالوا گفتند کنا نلعب فیهما فی الجاهلیتی ما قبل از اسلام یعنی در زمانی که ما جاهل بودیم در این روزها ساعت تیری میکردیم خوشی میکردیم بازی میکردیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. الله سبحانه و تعالی تبدیل کرد این دو روز را به دو روز دیگری که آن دو روز بهتر از این دو روزی شما می باشد که آنها کدام روز هستند؟ یوم الاضحى و یوم الفطر. عید قربان می باشد و عید رمضان می باشد. پس در این روزها باید ما خوشحال باشیم، باید ساعت تیری هم بکنیم، اما خوشحالی ما و ساعت تیری باشد که از چوکات اسلام بیرون نباشد. و بعضی از کارها در این دو روز یعنی در این عید رمضان و عید قربان کارهایی می باشند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را انجام داده و ما هم باید آنها را انجام بدیم. این کارها استحبابی sind، اگر انجام ندهیم گناهگار نمیشیم، اما بسیار کار خوب می باشد. اول اینتبه من النوم مبکرا باید از خواب خود وقت بیدار بشه، یعنی صلات تهجد بخواند بعد از او که از بعضی وظیفه ها را انجام بده. دوم ایصلی صلات الصبح فی مسجد الحی باید نماز صبح را با جماعت در مسجد جامع که است ادا بکن. سوم ای استاک باید مسواک بزنی، دهن خود پاک بکنی. چهارم ایغتسل باید غسل بکند این شخص. پنجم ایلبس احسن الثياب باید بپوشد بهترین لباس خود. ششم ایتطیب باید خوشبویی بزند. هفتم ایأکل قبل الذهاب الى المصلى باید بخورد پیش از اینکه به طرف عیدگاه میرود. هشتم ایؤدی صدقه الفطر قبل الذهاب الى المصلى اذا كانت صدقه الفطر واجبه علیه باید ادا بکنه صدقه فطر را پیش از اینکه به عیدگاه میرود وقتی که صدقه فطر بالای شخص واجب باشد. نهم ایکثر الصدقه حسب استطاعتی باید صدقه زیاد بدهد به اندازه توانش. دهم ایظهر الفرح والبشاشة باید اظهار خوشحالی بکند، اظهار سرور بکند. نباید در این روزها انسان غمگین باشد. اگرچه انسان غمگین هم باشد باید ظاهرا خدا خوشحال و خدا سرور نشان بده. 11 باید میگه ایبتکر الی المصلی ماشیا مکبرا سرا و یقطع التکبیر اذا انتهى الى المصلی باید وقت حرکت بکند به طرف عیدگاه در حالی که پیاده می رود، در حالی که تکبیر می گوید سرا آهسته و تکبیر خود قطع می کند وقتی که اذا انتهى الى المصلی وقتی که به عیدگاه رسید در او وقت تکبیر نمی کند. 12 ایرجع من المصلی بطریق آخر وقتی که دوباره به خانه خود برمیگردد نماز می خواند باید راه خودم تغییر بده. يكره التنفل قبل صلاة العيدين في البيت كذا يكره التنفل قبل صلاة العيدين في المصلى
قبل از نماز عید در خانه خودم نفل خواندن و در عیدگاه هم وقتی که میرسید در اونجا هم نفل خواندن این مکروه می باشد. و کذا یکره التنفل بعد صلاة العیدین فی المصلی ولا یکره فی البیت. و همچنین بعد از نماز عید، قبل از نماز عید در خانه و همچنین در مصلی مکروه می باشد و بعد از نماز عید در خانه مکروه نیست اما در مصلی کس مکروه.